قلم فشق، یه چیز دیگه، یه عکس یا یه انگشت. مهم اینه که چیزی وجود داشته باشه که به خاطرش هم نرزد فقط. یه وقتایی برای بزرگ شدن باید زمان، برای فهمیدن باید شکست داد. یه وقتایی هم برای خوشبخت شدن باید شانس بود. شانس خود معجزه است. ریمیکس فامو غرق تو تباهی مؤدب بی فردا، من نشستم پشت عرابه مرگم. شلاقم از جنس آتیش شده هم پر از سرب از آهن اسبم. با گرد که بی انتها شدیده یه بیراه از پیچاده ها رمیده بود. دستمو کردم تو سیاهی، فهمیدم مرز بین دیدن و بلعیدن پدیده رو تا کوفاد و گذشتن از کنارم. این بیراه های پر از سنگ و لاخ شکستن استخون چرخ عرابه رو، اما ادامه میداد دست به آهنی. لخت جون هوای کدر سرد زد نور بعد به تنفس جور آبشار رود روی یه ترکیده یه زمین سرنگون. دنیا رو بی خیال مخ ندارم گوشت خورد موند استخون لخ برا من خوردم واسم حالم بد شد. توف کشتم و لنبده حتی بگن هست این پشت بون برج برا من. خوش ندارم این نره خره بدم دست، حتی اگه بعد دعوا بشه مبس مشکل نیست. خوب خوف ندارم دادم بول به خونه گرد نباشم، ولی سخته وقتی پول مفت ندارم. تو بازی تست سوال ازم من اتاقم اشتر قوم پشت خدا فقط جلو خودکار برن خاطر دیرم بود روزات فقط نبو شعار برن بار دلار بسند نبو مدام جهت میدادم بهش تا سد روی دو پاش قدم. میدیدم روزا چطوری میگذشت، میدیدم فقط دارن تو نقش منچی میرن منتظر خورشید گرم و امیدین. همه پریدن و زندگیشون پر دیگر، کسی نمیگیره از این همه کمدی دست. قدیما گلو نشون میداد و مشتو میبست، حالا همه جا شده فدود پرگه بیرم. هیچ ماه کاملی نمونده پشت این نر، همه منتظر روزی که مجده میدن. میدیدم که مردم فقط به یه برده میرن، اگه بخوام بمونم باید به کله میدن. انگار توی شهر من اینجا یه باده دیگه است، میزنن و خودشون رو لونه میدن. توی کاپسل نول و مسواک و حوله میدن، حوله روسی بازی میکنن یا اون با ماخت بخش سر پا میمونی و میگی برد با پل. به چی اعتقاد داری؟ به عشق یا نفرت؟ به چی اعتقاد داری؟ به علم یا ثروت؟ عشقای قدیمی یا کینه های نو؟ به جیب‌های خالی یا سینه های پر؟ به چی اعتقاد داری؟ به قطره‌های بارون یا شاید حتی به سکوت لحظه های آروم؟ به خنده های یه بچه یه کوچیک یا به گریه های یه مرد تو خنده یه روزی؟ به زندگی خوب یه لحظه های الان یا به کشتن مردم توی قضیه یا که عراق؟ به هوس‌های کثیف یا نصیحت پیرا؟ به شعارهای سفید یا حقیقت سیاه؟ به چی اعتقاد داری؟ به نوح یا که مسیح؟ به علی حسن حسین یا نقطه‌های بعدی؟ به قناری تو قفس یا کلاغ‌های آزاد؟ به خوندن درس یا پول توی بازار؟ برید اثر عقل ملت ازدم رنگ همش گرم از شب به روزش کردن کج سیاه پروندم. ولی خب قلبم نه با اینکه حقم من، ولی باز شرمندم. شعرهای چرک زیر نقاب حق بگید قلما تو کرایه است و بیاری پس بدید. باطل پادشاه دازه مردم آزادی، فهمیدم که بی‌معنی مفهوم آزادی. سازهای سوخته سیر ساخت جامعه، تازه‌های باز مونده از مسیر قافله. هم بالامون زد شدن مردم نامله، سیاست سازمان سیاسی آکله. ریشه کافم میگه اما واسه من بی‌مفناس. این خوباره حساس که غالبا بی‌پهناس. من اون تاریخم که توی صد صفحش یه تنهاست. نهنگ تو حوض ماهیه و نهنگ توی دریا. گفت به قلب مغز نقطه ضعف، گوشه چشم توش میزنه خونه دل. کی ای عیان میشه چینش ریزش کنه بیاد وقت بیان بینش. آدمی زادینه به وزن مفعول مقرون به ظرف ملعون، در این حال مظلوم. بازم بگو بره گل بچینه، ولی مگه با یه شاخه بهار میشه دل نسوزون و الا تپشات سر میبره. بذارین تو خودم باشم نه محتاج به نوش دارو، پارو پول نه پول پارو پر کرده خوناب جوی. مقصر کیه زبون؟ لعنت به دهنی که بی موقع از اون افتر بیاد. چه فرقی داره فلسفه یا چرندی یاد؟ روح از تن میخواد پر بکشه. قلم فشق، یه چیز دیگه، یه عکس یا یه انگشت. مهم اینه که چیزی وجود داشته باشه که به خاطرش هم نرزد فقط. یه وقتایی برای بزرگ شدن باید زمان، برای فهمیدن باید شکست داد. یه وقتایی هم برای خوشبخت شدن باید شانس بود. شانس خود معجزه است. ریمیکس فامو غرق تو تباهی